اگر بدونید اون شبایی که احساس میکنید یک چیزی از درون تاریکی اتاق نگاهتون میکنه در واقع نسخه دیگه خودتونه، چی کار میکنید؟ اصلاً شاید همین حالا هم نسخه دیگه خودتون از جهان موازی سعی داره باهاتون ارتباط بگیره، ولی شما متوجه حضورش نمیشید. همه ما حداقل یک بار این موضوع رو تجربه کردیم که بعضی شبها 1:30 شب از خواب بیدار میشیم و با شک و تردید به اطرافمون نگاه میکنیم و حس میکنیم یک نفر یا یک چیز ناشناخته بهمون خیره شده. حس میکنیم یک چیزی در تاریکی ایستاده و زل زده به ما. اون لحظه یک حس سنگینی دلهره‌آوری داریم که با هیچ منطقی نمیتونیم توضیحش بدیم، اما انگار تک تک سلول‌های بدنمون وجود یک چیزی رو حس میکنن. این حس واقعا عجیبه، اما عجیبتر اینه که این حس ناشناخته فقط مختص من و شما نیست و تقریبا تمام انسان‌های دنیا حداقل یک بار تجربهش کردن. ولی اکثر مردم چون فکر کردن که دوچار توهم شدن، پیگیر ماجرا نشدن تا بفهمن منشأ این حس از کجاست. ولی میدونید نکته ترسناکتر ماجرا چیه؟ این که بزرگترین کیهان شناسان و فیزیکدانان دنیا چند سالیه که دقیقاً همین حس رو نسبت به آسمون بالای سرمون دارن. نخبگان دنیای علم چند سالیه که احساس میکنن چیزی ناشناخته و غولاسا از پشت یک دیوار نامرئی به دنیای ما زل زده. چیزی که نمیشه توضیحش داد ولی داره به ما نگاه میکنه. ببینید، حتی فکر کردن به این که یک موجود ناشناخته از گوشه تاریک اتاق به ما زل میزنه هم ترسناکه. حالا تصور کنید اگر بفهمیم چیزی ناشناخته داره کل دنیای ما رو نگاه میکنه، چقدر میتونه وحشتناک باشه. این حس که انگار همه ما همیشه زیر نظریم و مدام کنترل میشیم، موضوعی نیست که بشه بهش گفت یک توهم ساده و خیلی راحت ازش گذشت. در نتیجه دانشمندان هم نتونستن در برابر این احساس بی تفاوت باشن و دنبال رد پای این حس رو گرفتن تا بفهمن آیا ما واقعاً تحت نظریم و اگر آره، توسط چه چیزی یا چه کسانی نظارت میشیم. حقیقت اینه که همه چیز از یک نقشه ساده شروع شد. نقشه‌ای که در ابتدا قرار بود شناسنامه جهان ما باشه، اما همین نقشه به بزرگترین کابوس دانشمندان تبدیل شد. تلسکوپ‌ها نقطه‌ای رو در فضا پیدا کردند که فیزیک مدرن رو رسماً به زانو درآورده. یک لکه سرد، تاریک و فرو رفته در سکوت مطلق که نه ستاره‌ای در اون متولد میشه، نه نوری در اونجا حرکت میکنه و نه حتی زمان در اون مثل اینجا معنا داره. جایی که به طرز وحشتناکی وسعت داره و ابعادش اونقدر بزرگه که حتی در حد تصور ما هم نیست. در واقع این منظومه ماست که در برابر اون بخش از کیهان شبیه یک لکه کوچیکه و واقعا خنده‌داره که ما به اون بخش از کیهان بگیم یک لکه ساده. ولی خب این فقط یک اصطلاحه. در این ویدیو قرار وارد تاریک‌ترین بخش کیهان بشیم. البته اشتباه نکنید، من درباره سیاه‌چاله‌ها صحبت نمی‌کنم و چیزی که قراره بهش بپردازیم خیلی وحشتناک‌تر از سیاه‌چاله‌هاست. من درباره جایی صحبت می‌کنم که دانشمندان دانشگاه‌های بزرگ دنیا از جمله اسطوره‌هایی مثل راجر پنروز اعتراف کردند در واقع یک جای زخم واقعی و عمیق در کیهان ماست. جایی که در واقع رد پای برخورد تمدنی دیگه یا جهان دیگه‌ایه. چیزی که مثل یک انگل غولاسا داره انرژی جهان ما رو به درون خودش میکشه. میدونم که شاید الان کمی سردرگم شده باشید، اما نگران نباشید. من بدون ورود به فرمول‌های خسته کننده و پیچیده ریاضی بهتون توضیح میدم که با چی طرفیم و قول میدم در پایان این ویدیو به خوبی متوجه بشید که چه اتفاقی داره برای جهان ما میافته. قبل از ادامه فراموش نکنید زنگوله رو فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر بشید. همچنین میتونید در کانال تلگرام پس از ما عضو بشید تا به مطالب اختصاصی دسترسی داشته باشید.
در ابتدا برای این که بهتر درک کنید لکه‌ای که بهش اشاره کردم دقیقاً چیه، باید به سال 2004 برگردیم. در سال 2004 دانشمندان ناسا و ستاره‌شناسان بین‌المللی روی یکی از هیجان‌انگیزترین پروژه‌های تاریخ بشر کار می‌کردند و یک ماهواره به نام WMAP رو به فضا فرستاده بودند تا به صدای شبح بیگ بنگ گوش بدن. شاید بپرسید مگه صدای بیگ بنگ یا انفجار بزرگ تا الان در کیهان باقی مونده؟ حقیقت اینه که آره، هنوز ردی از اون صدای چند میلیارد سال پیش در کیهان باقی مونده و شاید جالب باشه بدونید که همه ما قبلاً ردی از این صدا رو شنیدیم. میپرسید چطور؟ تلویزیون‌های آنالوگ رو یادتون هست؟ همون تلویزیون‌های قدیمی برفکی که حدوداً تا سال 2015 استفاده می‌شدن. یادتون میاد وقتی کانال روی برفک میرفت یه صدای عجیب نویز مانند پخش میشد؟ میدونم عجیبه، ولی دانشمندان متوجه شده بودن بخشی از اون صدای برفک در واقع امواج باقی مونده از بیگ بنگ در لحظه تولد جهان بوده. این یعنی انفجاری که در حدود 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش رخ داده، هنوز یک پژواک و یک گرمای خیلی خفیف از خودش در فضا به جا گذاشته که دانشمندان بهش میگن پرتوی زمینه کیهانی. در سال 2004 دانشمندان تلاش کردند تا از روی همین گرمای خفیفی که بیگ بنگ از خودش در فضا به جا گذاشته، یک نقشه حرارتی از کل جهان بسازند. مثل دوربین‌های حرارتی که پلیس‌ها در شب‌ها استفاده می‌کنن. همون دوربین‌هایی که حرارت بدن موجودات رو تشخیص میدن و انسان‌ها و حیوانات رو به رنگ‌های قرمز و نارنجی و زرد نشون میدن. ماهواره WMAP هم چیزی شبیه به دوربین‌های حرارتی بود. دانشمندان این ماهواره رو به کار گرفتن تا فضا رو بهتر ببینن و یک نقشه دقیق تر از فضا بسازن. دانشمندان انتظار داشتن که وقتی نقشه کامل شد، جهان رو کاملاً یک دست ببینن. اونها انتظار داشتن نقشه جهان پر از نقاط زرد و نارنجی و قرمز باشه، چون حرارت نشون دهنده گرما و وجود کهکشان هاست. اما وقتی نقشه کامل شد، سکوت مطلق در اتاق فرمان ناسا برقرار شد. دانشمندان به مانیتورها خیره مونده بودند و چیزی که می‌دیدن رو باور نمی‌کردند. درست در گوشه پایینی نقشه یک لکه غول‌پیکر آبی رنگ و به شدت سرد وجود داشت که دماش به طرز عجیبی از کل جهان پایین‌تر بود. دانشمندان ابتدا فکر کردند شاید دوربین تلسکوپ کثیف شده یا شاید تلسکوپ دچار یک باگ نرم افزاری شده. شاید با خودتون بگید چرا باید وجود یک لکه سرد اینقدر مهم باشه؟ مگه خود فضا به خودی خود سرد نیست؟ برای درک بهتر این موضوع یک مثال ساده میزنم تا عمق فاجعه رو درک کنید. فرض کنید رفتید جنگل تا با یک دوربین حرارتی از فضای جنگلی که پر از حیوانه عکس بگیرید و خب انتظار دارید همه عکس پر از نقاط زرد و قرمز باشه و حرارت و گرمای حیوانات رو نشون بده. اما ناگهان میبینید یک کادر مربعی شکل خیلی بزرگ و آبی رنگ که نشون دهنده سرمایه شدیده در وسط جنگل ظاهر شده، به طوری که دماش حتی از محیط خود جنگل هم سردتره و انگار اون کادر آبی رنگ اصلاً جزئی از جنگل نیست. این وضعیت مثل اینه که دمای کل اتاق شما مثلاً 25 درجه باشه ولی گوشه اتاقتون دماش -40 درجه باشه. یعنی فقط همون تیکه از اتاق رسماً یخبندان مطلق باشه. خب در این صورت چه حسی میتونید داشته باشید؟ این وضعیت واقعاً عجیب و غیر منتظره است، ولی همون اتفاقیه که در فضا رخ داده. دانشمندان ناسا از دیدن این وضعیت شوکه شده بودند، اما حدسشون این بود که حتما اشتباهی شده. پس چند سالی صبر کردند تا این که در سال 2013 یک تلسکوپ پیشرفته تر به نام پلانک رو به فضا فرستادن تا ثابت کنن ماهواره قبلی نقشه اشتباهی ارائه داده. اما وقتی ماهواره پلانک تصویر رو فرستاد، دانشمندان نگرانتر از قبل شدند، چون این ماهواره نشون داد نه تنها لکه سرد هنوز سر جاشه، بلکه این بار با دقت بالاتر مشخص کرد
که ابعاد لکه خیلی فراتر از تصور بشره. در واقع چیزی که داریم بهش میگیم لکه 1,800,000,000 سال نوری وسعت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یک فضاپیما داشته باشیم که با سرعت نور حرکت کنه و هر 1 ثانیه رو با سرعت 300,000 کیلومتر طی کنه، 1,800,000,000 سال طول میکشه تا فقط از این سمت لکه برسه به اون سمتش. وسعت این لکه اونقدر زیاده که میتونه هزاران کهکشان مثل کهکشان راه شیری رو درون خودش جا بده. اما نکته ترسناک اینه که هیچ چیزی اونجا نیست. انگار با یک اقیانوس خالی از ماده، خالی از انرژی و کاملا منجمد طرفیم. اینجا بود که ستاره شناسان فهمیدن با یک معمای واقعی اما ناشناخته در ساختار هستی روبرو هستند. در اون لحظه فیزیک سنتی زیر سوال رفت و فیزیکدانان مدرن مجبور شدن بپرسن چه چیزی در جهان میتونه اونقدری قدرتمند باشه که یک تیکه از کل آفرینش رو اینطوری منجمد و خالی کنه. بعد از اینکه تلسکوپ پلانک رسما تایید کرد که این لکه سرد واقعاً وجود داره و یک باگ دیجیتالی نیست، جامعه فیزیک و کیهان شناسی وارد یک جنگ عقیدتی شد. دانشمندان به 2 دسته تقسیم شدند. دسته اول کسانی بودند که میگفتند ما باید این چیز ناشناخته رو با همون فیزیک کلاسیک و قوانین موجود و از پیش تعیین شده توجیه کنیم. در غیر این صورت باید کل کتاب‌های درسی دنیا رو بریزیم دور. اما دسته دوم کسانی بودند که میدونستند یک انقلاب اساسی در علم در راهه و باید قوانین فیزیک رو دوباره مرور و بازنویسی کنن. دسته اول سعی کردن با فرضیه ابر سیاهچاله وجود اون لکه عجیب رو توضیح بدن. اونها گفتن سیاهچاله ها همه چیز رو میبلعن، نور رو جذب میکنن و باعث تاریکی و افت انرژی میشن. پس حتما در اون نقطه از کیهان یک سیاهچاله مگا سایز و فراتر از تصور وجود داره که داره اون تیکه از فضا رو خالی میکنه. اما این فرضیه خیلی زود رد شد. چرا؟ چون فیزیک کوانتوم میگه درسته که سیاهچاله ها نور رو میبلعن، اما خود سیاهچاله ها به شدت داغ هستن و از خودشون پرتوهایی به نام تابش هاوکینگ ساطع میکنن. پس اگر اونجا یک سیاهچاله با این وسعت وحشتناک وجود داشت، نقشه حرارتی ناسا قطعاً باید اون نقطه رو مثل یک کوره داغ و قرمز نشون میداد، نه اینکه یک لکه منجمد و آبی رنگ رو نشون بده. پس فرضیه اول کاملاً رد شد. دانشمندان که دیدن اوضاع داره خیلی عجیب میشه، دست گذاشتن روی دومین فرضیه کلاسیک، نظریه‌ای به نام ابرفضای خالی. این نظریه رو با یک مثال ساده باز میکنم تا کاملاً متوجه بشید موضوع از چه قراره. تصور کنید دارید یک ظرف بزرگ پاپکورن درست میکنید. وقتی ذرت‌ها شروع میکنن به پف کردن، تمام ظرف پر از پاپکورن‌های سفید و پف کرده میشه. اما اگر دقت کنید اکثر اوقات چند تا دونه ذرت اصلاً باز نمیشن و پف نمیکنن و یک فضای خالی کوچیک بین پاپکورن‌های پف کرده باقی میمونه. دانشمندان دسته اول گفتن جهان ما هم بعد از بیگ بنگ داشته مثل پاپکورن پف میکرده و منبسط میشده و گسترش پیدا میکرده. پس کاملا طبیعیه که در نقاطی از جهان به طور تصادفی ماده شکل نگیره و یک فضای خالی غولاسا باقی بمونه. دانشمندان با این ایده یک نگاه حق به جانب به خودشون گرفتن و نام اون منطقه رو گذاشتن ابرفضای خالی. در واقع دانشمندان با این فرضیه تا چند سال همه رو ساکت نگه داشتن تا اینکه دانشمندان و ستاره شناسان دانشگاه دورام انگلیس دست به کار شدن و تصمیم گرفتن یک کار دیوانه‌وار انجام بدن. اونها شروع کردن به آمارگیری کهکشان‌ها و با تلسکوپ‌های فوق پیشرفته تک تک کهکشان‌های اطراف رو شمردن و اونها رو بررسی کردن. سپس درون اون لکه سرد رو مورد بررسی قرار دادن تا ببینن آیا داخل اون لکه واقعاً خالی از ماده است یا نه. وقتی محاسبات ریاضی و شبیه سازی های کامپیوتری دانشگاه دورام تموم شد، یک بمب خبری منفجر شد. پروفسور تامس شنکس
که یکی از بزرگترین ستاره شناسان این پروژه بود، رسما اعلام کرد احتمال این که چنین لکه سرد و عجیب و بزرگی به صورت یک فضای خالی تصادفی و طبق قوانین فیزیک ما شکل گرفته باشه فقط و فقط 1%. محاسبات دقیق ریاضی ثابت کرد که این لکه یک اتفاق طبیعی یا تصادفی نیست. دنیای ما بر اساس قوانین خودش توانایی ساختن چنین غول منجمد و تاریکی رو نداره و یک عامل خارجی لازمه. اینجا بود که علم کلاسیک رسما به بنبست رسید و فیزیکدانان به یک احتمال ترسناک، دیوانه‌وار و فراتر از ابعاد جهان ما فکر کردند. احتمالی که میگفت این لکه اصلاً برای جهان ما نیست، بلکه یک ردپای خارجی و فراتر از واقعیت ماست. وقتی دانشمندان دانشگاه دورام ثابت کردند که احتمال تصادفی بودن این لکه فقط 1%، جامعه فیزیک نظری سراغ فیزیک کوانتوم و نظریه ریسمان رفت. در اون لحظه نظریه مطرح شد که اگر حقیقت داشته باشه به این معنیه که تمام درک ما از واقعیت فقط یک شوخی مضحکه. نظریه‌ای به نام مولتیورس یا جهان‌های چندگانه که حتی از فیلم‌های علمی تخیلی هم عجیب‌تره. برای اینکه نظریه مولتیورس رو بهتر درک کنید، با یک مثال خیلی ساده توضیح میدم که همه ما در دوران کودکی امتحانش کردیم. یادتون میاد وقتی یک ظرف پر از آب و صابون برمی داشتیم و با یک نی فوت می کردیم داخل آب چه اتفاقی می افتاد؟ کلی حباب ریز و درشت شکل می گرفت که در کنار هم شناور بودن. حالا فیزیکدانان بزرگی مثل راجر پنروز که برنده جایزه نوبل فیزیک میگن کل جهان ما، یعنی کل چیزهایی که در وسعت میلیاردها سال نوری جا گرفته، فقط و فقط درون یکی از این حباب‌هاست. خوب دقت کنید، من فقط درباره منظومه شمسی یا کهکشان راه شیری حرف نمیزنم. منظور راجر پنروز کل جهانیه که در اطراف ماست، یعنی کل ستاره ها، سیارات، سیاه‌چاله ها و همه فقط درون یکی از حباب ها جریان داره. اما خارج از این حباب ما بی نهایت حباب دیگه هم وجود داره که دست ما هیچ وقت بهشون نمیرسه. در واقع دست ما حتی به کل حباب خودمونم نمیرسه. دیگه چه برسه به حباب‌های دیگه. به باور راجر پنروز خارج از حباب جهان ما یک فضای بی انتها و غیر قابل توصیف وجود داره که بی نهایت حباب دیگه درونش شناورن. هر کدوم از اون حباب‌های بیرون یک جهان کاملا مستقله و هر کدوم از اونها قوانین فیزیک کاملا متفاوتی دارن. مثلا ممکنه در یکی از اون حباب‌ها جاذبه اصلاً وجود نداشته باشه یا داخل یک حباب دیگه زمان به جای جلو رفتن رو به عقب حرکت کنه. مثلا ممکنه در یکی از این حباب‌ها موجودات هوشمند به جای اینکه از کودکی به سمت پیری برن، در عوض پیر متولد بشن و در کودکی زندگیشون رو از دست بدن. حالا فیزیکدانان معتقدن نزدیک به 14 میلیارد سال پیش هم یک جهان موازی از بیرون فضا بر اثر یک تصادف کیهانی به جهان ما برخورد کرده، مثل 2 حباب که دیواره هاشون به هم میچسبه. فیزیکدانان میگن نقطه برخورد جهان ما با اون جهان موازی که بیرون از جهان ماست دقیقاً همون جاییه که ما امروز بهش میگیم لکه سرد کیهانی. به باور فیزیکدانان جاذبه فوق‌العاده شدید اون جهان موازی در لحظه برخورد باعث شده تا تمام ماده، انرژی، کهکشان‌ها و هر چیزی که در اون نقطه از جهان ما وجود داشته رو مثل یک جاروبرقی بزرگ به داخل خودش بکشه. به همین دلیل هم هست که اون نقطه از دنیای ما اینقدر خالی، منجمد، بدون نور و بدون انرژیه. در واقع ما از درون حبابی که داخلش زندگی می‌کنیم داریم جای زخم برخورد یک جهان دیگر رو می‌بینیم. جهانی که درست در پشت همین زخم نامرئیه، اما دست ما بهش نمیرسه. جهانی که با قوانین فیزیک از ما جدا شده. جایی که ما نمیدونیم چه شکلیه، چه قوانینی داره و چه چیزهایی درونش وجود داره.